به نام خدا، خوش اومدیم به جلسه نهم از زبان شناسی. عنوان جلسمون Semantics، معناشناسی. خب Pragmatics and Discourse Analysis. اوکی، ما گفتیم که فصل به فصل داریم راهو هموار میکنیم برای مطالب پیچیده تر. اوکی، بزرگتر میشه مقیاسمون. برای مثال توی فونولوژی فونیم ها کنارم قرار میگرفتن، کلمه ها رو درست میکردن، با واژک ها موفیم ها آشنا شدیم تو فصل مورفولوژی. اوکی، بعدش رفتیم سراغ سینتکس. اوکی، ساختار زبان، ساختار جمله ها، فریز ها، کنستیتوئنت های فریزامون. اوکی، خب توی سینتکس ما مطالعه کردیم که چطور جمله ها، فریز ها ساخته میشن تا یه مینینگ رو درست کنن. به مطالعه و بررسی این مینینگ میگیم سمنتیکس. اوکی، پس قبلی سینتکس واسه ساختار بود، الان میرسیم به مینینگ، سمنتیکس. اوکی، بریم ببینیم تو این فصل مهم چه چیزهایی رو یاد خواهیم گرفت با هم. خب سمنتیکس، دقت کنین، یه نکته اشاره کنم، یه جرقه‌ای زده بشه براتون در مورد اینا. قسمت به قسمت اینا رو بررسی خواهیم کرد. خب سمنتیکس به مطالعه اون معنا گفته میشه، به مطالعه کلمات، فریزها و جمله ها. به چه جور معناهایی؟ معناهایی که تحت لفظی هن، معناهایی که بیشتر از معنای برای مثال لغوی نیست. ما کانتکست رو اینطوری بگیم در نظر نمیگیریم توی سمنتیکس. جمله چه معنایی داره و چطور به اون معنا میرسیم، چه تئوری هایی داریم. اما توی پرگماتیکس کانتکست میاد میدون. کانتکست چه تأثیری روی معنا داره؟ برای مثال موقعی که پنجره بازه، من به یه شخصی میگم هوا سرده، این یه معنای پنهان داره. هوا سرده یعنی برو پنجره رو ببند. به مطالعه معنای پنهان پرگماتیکس میگیم. توی پرگماتیکس بیشتر از چیزی که توی جمله ها گفته میشه همیشه ارتباط برقرار میکنیم، پیام ها انتقال میشه. اوکی، و discourse analysis، discourse اوکی به مطالعه conversation اینا. برای مثال discourse language beyond sentence هستش. اوکی، beyond ماورای sentence یعنی بزرگتر از مقیاس sentence. sentence ها برای مثال جمع میشن، انواع اقسام جمله ها میگیم، conversation به وجود میاد. ما چطوری توی این complex activity، توی این فعالیت پیچیده به نام conversation، مکالمه شرکت میکنیم؟ بیشتر از جمله است دیگه. اوکی، به اینم میگیم discourse analysis. یه جرقه زدیم، بریم تک به تک سراغشون. حالا اوکی، سمنتیکس همونطور که الان بحث کردیم به صورت کوتاه، سمنتیکس الان چی شد؟ Study of the meaning of words، meaning کلمات، فریز ها و جمله هامون. با چه فوکوسی، با چه تمرکزی؟ تمرکزش توی چه نوع معنای سمنتیکس گفتیم؟ What the words conventionally mean. اوکی، معنای خود کلمات. دیگه اینو در نظر نمیگیریم که کانتکست چه تأثیری روی جملمون داره. کانتکست میتونه situational باشه یا جمله باشه قبل و بعدش. اوکی، اینو در نظر نمیگیریم، اون واسه پرگماتیکس هست. conventional mean، خود کلمات چه معنایی دارن، چطور به این معنا میرسیم. rather than on what an individual speaker، اینو در نظر نمیگیریم که یه individual speaker چه منظوری داشته با گفتن این. سراغ منظور نمیریم، فقط معنای خود کلمات. منظور واسه پرگماتیکس هستش. اوکی، خب this approach is concerned with linguistic meaning زبانی. اوکی، خود کلمات که مشترک شعر شده به وسیله اون competent uses of the language. اوکی،
ما یه زبانی بلد باشیم، لغتاشو، همه کسایی که اون زبانو نیتیو سپیکر هستن یا نیتیو لایک لغتاشو بلدن. این conventional meaning این مینینگ که بلد باشی و تو این جامعه اون مینینگ واسه همه یکسانه. اوکی؟ conventionally mean. خب semantics پس چیکار میکنه؟ اینو مشخص میکنه که ما چه توانایی داریم، اون چه چیزیه که برای مثال باعث میشه که ما توی یه جامعه معنای لغت ها رو، فریز ها رو، جملات رو میدونیم. اینجا هم همینو گفته. اوکی؟ و این نالج شاید شده. همه کسایی که اون زبانو بلدن این نالج واسه همه هستش. اوکی؟ و توی سمانتیکس گفتیم conventional meaning، معنای خود لغت ها، نه منظور یه شخص موقعی که میخواد با یه منظور خاصی یه جمله رو بگه. نه، اون واسه pragmaticsه. اوکی؟ سمانتیکس چند تا شاخه داره؟ اوکی؟ زیر شاخه یکیش lexical. سمانتیکس کارش با lexical لغته. اوکی؟ meaning of words و رابطه معنای کلمات. اوکی؟ رابطهشون چیه؟ کلمات با هم خانوادن، متضاد همن، خواهیم خوند. و phrasal یا sentential semantics کارش مقیاسش فرق میکنه. اوکی؟ اینجا کارش با لغت ها بود، اینجا با ساختارهای بزرگتر از لغت به نام phrase و بزرگتر از اون جمله. اوکی؟ این کارش چیه؟ meaning of syntactic units، یونیت های سینتاکتیک که بزرگتر از یک کلمه باشه، مانند phrase یا sentence. و گفتیم به مطالعه این که چطور کانتکست تاثیر میذاره روی مینینگ. pragmatics اینو بحث کردیم. اوکی؟ مانند که هوا سرده، منظورش چیه؟ close the windows توی سیچویشن های خاصی. برای مثال هوا سرده، خب نگاه میکنم به پنجره، یارو هم اونجا نشسته، میگم هوا سرده. اوکی؟ یعنی پنجره رو ببند. نگاه میکنم به پنجره، میگم هوا سرده، یعنی پنجره رو ببند. به این مطالعه گفتیم pragmatics. حالا با semantics کار داریم ما. اوکی؟ به عبارت دیگر کار اصلیمون اینجا objective یا factual meaning کلماته. objective یعنی نظر شخصی وارد نمیشه، اون معنای واقعی لغت. اوکی؟ نه subjective یعنی تحت تاثیر نظر شخصی باشه، طرف میخواد یه منظور خاصی رو برسونه، نه اینا. یا personal meaning شخصی، نه، این با اینا کار ندارم توی semantics. conventional meaning یا objective factual. اوکی؟ و این distinction اینجا generally presented in terms of چطور present میشه توی زبان شناسی؟ referential meaning که یعنی این referential meaning کلمات به چه چیزی خودشون رجوع میکنن. referential meaning. اوکی؟ معنای خودشون. خب برخلاف associative یا connotative یا emotive meaning که کارش با emotion feelings یا reaction های به کلمه. اوکی؟ که ممکنه واسه بعضی individual ها صدق کنه ولی واسه بعضی دیگر ها نه. اما این objective factual یا conventional meaning، این لغت معنای خود لغته، همون زبانو بلد باشن همون لغتو با یه چیزی میفهمن، معناش واسه همه یکسانه. اما این associative یا emotive meaning subjective یا personal اسمشون روشه، ممکنه واسه بعضیا صدق کنه واسه بعضیا نه. کسیا عده‌ای میتونن یه کلمه رو یه جمله رو با یه مینینگ خاص associate کنن. اوکی؟ ولی عده دیگری نه. خاطر میگم associative یا connotative یا emotive meaning. اوکی؟ پس referential یا conceptual یا denotative denote dictionary meaning خودش، اما connotative فرق میکنه. اوکی؟ connotation
بیشتر از گفتیم معنای بیسیک خودشه. more than its basic meaning connotation میشه. ولی توی semantics کار اصلیمون با denotation هستش. چیکار میکنه؟ یه مروری هم بازم کنیم. covers those basic essential components of meaning that are conveyed by literal معنای تحت لفظی. اوکی؟ معنای تحت لفظی خود کلمه، نه بیشتر، نه connotation. اوکی؟ به اینا میگیم referential meaning و گفتیم denotation dictionary meaning همین معناست که دیکشنری ها دیزاین شدن که توصیف کنن خب معنای تحت لفظیشون، خود معناشون به اون چیزی که ریفر میکنن. اوکی؟ برای مثال denotation needle سوزن اینطوریه، thin نازک، شارپ تیز، از استیل ساخته شده، یه دونم اینسترومنت. اوکی؟ steel instrument. این معنای تحت لفظیشه. خب به این ریفر میکنه، به یه چیزی که thin شارپه. اوکی؟ رجوع میکنه به این. These components would be part of the referential meaning. referential. اوکی؟ بحثش کردیم. اما connotation هاش، associations هاش attached to the word like needle چیا میتونن باشن؟ مشخص هایی که بیشتر از basic meaning باشه. چی میتونه باشه؟ مانند pain, illness, blood, drugs. okay? drugs برای مثال استفاده میکنن. thread, knitting. and these associations may differ from one person. گفتیم این association ها، این connotation ها ممکنه از یه شخصی به یه شخصی دیگری فرق کنه. به خاطر میگیم subjective، نظر شخصی تحت تاثیر قرار میگیره. ولی referential, conceptual, denotative, dictionary meaning ها objective هستن، بدون که نظر شخصی اونو تحت تاثیر قرار بده. معنای خود لغت به چه چیزی رجوع میکنه؟ refer میکنه. referential. اوکی؟ فرق داره با associative یا connotative یا emotive meaning. خب و گفته این associations ها، این connotation ها نمیتونه قسمتی از referential meaning کلمه باشه، جدا از هم هستن دیگه. اوکی؟ دقت کنین، الان میریم کمی پیچیده تر به مسئله نگاه کنیم. اوکی؟ تا اینجا چی یاد گرفتیم؟ سمنتیکس کارش با معنای لغوی کلمات، فریز ها، جملات هستن. اوکی؟ معنای خودشون referential, objective یا factual و با associative, connotative یا emotive کاری نداره. خب کار اصلیمون بگیم اینطوری با اینه. تا اینجا اینو یاد گرفتیم. تا اینجا denotation, dictionary meaning و connotation بیشتر از معنای بیسیکش، مشخص های کلمه، association هاش و میتونه از یه شخص به یه شخص دیگه متفاوت باشه. تا اینجا اوکیه؟ بریم بعدی. خب خیلی خیلی مهمه، لطفاً با دقت گوش کنین، یاد بگیرین. کیس ها رو یادتونه از سینتکس. برای مثال نام فریز توی حالت فاعلی باشه، کیسش چی بود؟ nominative. این نام فریز توی حالت مفعولی بود، چی میشد؟ accusative. و گفتیم انگلیسی از nominative accusative alignment پیروی میکنه، نه ergative. اوکی؟ absolutive. absolutive برای زبان‌های مانند کردی و مایه ها بود. اوکی؟ کیس ها رو یادتونه؟ واسه سینتکس بود، واسه بیشتر واسه ساختارها بود. اوکی؟ یه حالت ساختاری داشت، نقشای اون نام فریز هامون تو اون ساختاره. برای مثال نقشه، اگه سابجکت رو بازی کنه نام فریزمون nominative، مفعولی accusative. اوکی؟ یادتون اینا رو؟ اونا رو هم برین توی سینتکس مرور کنین و بعدش اینا رو یاد بگیرین. semantic roles تقریبا مانند اونا هستن، ولی اینجا نقشا سمنتیک هست، معنایی هست. از لحاظ ساختاری نیست نام فریز باشه نومیناتیو بشه، از لحاظ معنایی، نقش‌های معنایی semantic roles یا بهشون deep case یا thematic یا theta roles هم میگن. thematic یا theta roles یادتون باشه اینو. semantic roles اینا مربوط به semantic هم، مربوط به نقش معنایشونه، نه کیس، نه گرامری. ولی بعضی اوقات توی کنکور
یه حالتی درست میکنن ترانه سوال توی سوالات. هم باید کیس ها رو بلد باشین، هم این سمنتیک رولز ها رو، چون که توی گزینه های صحیح و دیگر گزینه ها نامینیتیو هم میارن، از سمنتیک رولز ها هم میارن مانند ایجنت. باید همینو بلد باشین هم کیس ها رو. اوکیه؟ بریم سراغ سمنتیک رولز یا theater رولز یا thematic. اوکی؟ خب بالا گفتیم که یه مشکلی توی تئوری داشتیم که همیشه فکر میکنیم که کلمه ها یک کنتینر بطری هستن که با خودشون این سمنتیک فیچرز ها رو میبرن، هم میکنن. اوکی؟ کاملا ردش نمیکنیم، به درد میخوره. بالا هم دیدیم که توی جای دیگه‌ای به دردمون خورد این سمنتیک فیچرز ها. بالا هم نمونه‌اشو واسه اسامی فعل ها خوندیم. اوکی؟ نقشایی میتونن داشته باشن، ولی گفتیم که باید از لحاظ جمله بنگریم به این گونه موضوعات و از چند جنبه نگاه کنیم. اوکی؟ حالا اون کنار، اینجا هم گفته به جای که به کلمات این گونه بنگریم که یه بطری هم با خودشون سمنتیک فیچرز ها رو کری میکنن، میتونیم به اضافه اینم به رولز های سمنتیکشون نگاه کنیم. اینا هم کمک میکنن معناشون و نقششون رو دریابیم. به اضافه اینا سمنتیک رولز ها هم به همون کمک میکنن. اوکی؟ رولز هایی که اونا فولفیل میکنن within the situation described by the sentence. اوکی؟ الان شفاف در میشه. اگه سیچویشن ما یه سیمپل، یه واقعی سیمپلی باشه، ساده باشه، مانند پسر توپو زد. اوکی؟ kicked the ball. Then the verb describes an action. فعلمون یه اکشنی رو describe میکنه، توصیف میکنه. اوکی؟ eventiveه، stative نیست. بالا خوندیم kick در مورد یه اکشنیه، توپو زده. اوکی؟ kick کرده. The noun phrases in the sentence the boy و the ball noun phrase هستن دیگه. اوکی؟ و اینا آرگومنت فعلمون هستن دیگه. از سینتکس به یاد بیارین، آرگومنت های فعلمون هستن. اوکی؟ کامپلمنت ها و سابجکت ها آرگومنت های فعلمون هستن. سینتکس به یاد بیارین. The noun phrases in the sentence describe the roles of entities. یه نوع نقشی دارن تو این situation. این noun phrase ها، کیس ها رو فراموش کنین. اوکی؟ از دیدگاه کیس ها نگاه کنیم، این فاعلمونه نامینیتیو میشه، این مفعولمونه accusative میشه. اوکی؟ kick the ball. اما اینجا داریم از دیدگاه semantic roles نگاه میکنیم. خب in the sentence describes the role of entities such as people and things involved in the action. We can identify a small number of semantic roles. Semantic roles گفتیم که thematic roles یا case roles هم میگن. case ها بیشتر واسه اون syntax هستن. اوکی؟ برای این noun phrase ها. اوکی؟ Nouns or noun phrases may have various semantic roles in their relation. دقت کردین کیس هم و همینجا توی semantic roles هم کارمون با نقش و رابطه noun یا noun phrase همون با فعل. اوکی؟ کارمون با آرگومنت ها و روابطش با فعل. In the sentence توی این جملمون birds fly. پرنده ها پرواز میکنن. اوکی؟ برای مثال پرنده ها اوکی از دیدگاه کیس نامینیتیو میشه، ولی اینجا توی سمنتیک رولز هستیم. به نقش doer انجام دهنده میگیم توی سمنتیک رولز agent. معناش هم روشه، اسمش هم روشه، agent انجام دهنده است، doer. اوکی؟ پس birds اینجا agent فعلمونه، birds agent fly. بیایم تک به تک این نقشا رو، سمنتیک رولز ها رو یاد بگیریم. agent دقت کنین انجام دهنده است، ولی مهمتر از همه animate. اوکی؟ animate. اوکی؟ جانداره این انجام دهنده. bird جانداره، انسان جانداره. الان چرا این مهمه پایین توی نقشای بعدی خواهیم دید. شبیه این هست ولی یکیش اینجا جانداره، اون یکی بی جانه. به این دقت کنین. اوکی؟ do initiate چیزی که اون کسی که جانداری که شروع میکنه باعث میشه. اوکی؟ جرقه رو میزنه، جرقه یه اکشنیو، و این کار اوکی با خواسته خودش انتخابی و عمدن انجام میده. اوکی؟ اینجا هم همینو گفته.
agent توضیحش اینه. اینجا هم bird ها فلای میکنن، به دلخواهی فلای میکنن، عمدنه، اوکی، خودشون تصمیم میگیرن و جان دارن. پس ایجنت و take responsibility هم میتونن به اقدامشون کنن، اوکی، و کوزش هستش دیگه. اینجا یه چیزی رو طرف انجام میده، سببش اون طرف دیگه، اوکی، ایجنت سببه و جانداری. اینو دقت کنین، ایجنت. جملاتمون Rosa did the laundry. اولا جانداره و یه کاری انجام داده، پس ایجنته. Those birds snatched some fish from the plate. یه کاری کردن، جاندارن، ایجنتن. They played the piano. آنها بازم جانداره، اوکی، اینا جاندارن، یه کاریو خواستار مهارت عمدن انجام دادن، جاندار ایجنته. The man، نگینا the man، noun phrase. اینجا noun phraseمون چیه کلن؟ The man who is my teacher came in. اوکی، این قسمت دقت کنین، این قسمت کلش noun phrase. semantic رولش چیه؟ agent. اوکی، اومد داخل با تصمیم خودش و جاندار، ایجنت. ولی causative یا false، causative یا false اینم باعث یه اکشن میشه، به خاطر همین گفتم. ولی اینجا جانداره، causative این نقش جاندار نیست و با خواسته خودش، تصمیم خودش انجام نمیده اون اکشنو. برای مثال hurricane winds، یه طوفانی اومده و داغون کرده چند تا ساختمانو. این طوفانه، این hurricane winds، آیا جانداره؟ نه، ولی باعث یه چیزی شده، demolish several buildings. نقشش بیجانه ولی باعث چیزی شده، میشه causative یا false، اسمش هم روشه، اوکی. patient چیه؟ اون entity، اوکی، چی شده؟ undergoes، تحت تاثیر یه چیزی قرار میگیره، متحمل میشه چیو؟ اکشنمونو. حالا یه چیزی جاندار یا بیجان، agent یا causative، باعث میشه که یه چیزی اتفاق بیفته، اوکی. اون یه چیزی هم باید باشه که تحت تاثیر اون اقدام قرار بگیرید که، اوکی. خب برای مثال اینجا several buildings تحت تاثیر این طوفان قرار گرفته، به اون نقش میگیم patient، اوکی. تقریبا حالت مفعولیه دیگه، accusative، اوکی. اینجا از دیدگاه semantic roles مینگریم به مسئلمون، اوکی. متحمل یه اکشن یا واقعی میشه، به این نقش میگیم patient. و مهمش اینجاست، بعضی اوقات این دوتا رو یکی میگیرن. اینجا باید جزئی تر بنگریم به مسئله تا کنکور با همون بازی کردن بفهمیم، اوکی. بزنیم به خال. توی patient گفتیم متحمل یه چیزی، متحمل اون اکشن فعلمون میشه و در نتیجه اینجاست مهمه، یه structural change'i اتفاق میفته. یعنی چی؟ الکس موشه رو کشت، یه structural change اتفاق افتاد، زنده بودن شد مرده، اوکی. و پیشنتمون چیه؟ موس دیگه، اوکی. تحت تاثیر این عمل اکشن قرار گرفته، the mouse patient. و structural change داریم، patient. The wind damaged the roof. The roof تحت تاثیر این دمیجی قرار گرفته و چون که بهش صدمه وارد شده، یه structural change'i هم اتفاق افتاده. یا دقت کنین، ابتدا بیاد قاطی نکنین، جمله رو خوب بخونین. اینجا فیشمون تحت تاثیر گریل قرار گرفته. The fish was، اوکی، مجهوله، was grilled by me. این طرف گریل کرده فیشو، دقت کنین گولتون نزنن. The fish پخته شده، structural change'i هست و تحت تاثیر این گریل قرار گرفته. Patient. John melted the chocolate. Patient. حالا theme، شخصی یا چیزی که انتقال میابه، transferred یا moved با
یک ایونت. بعضی اوقات میگم این دوتا رو یکی میگیرن. اوکی؟ دقت هم کنین اینا حالت مفعولی دارن، ولی چون که از دیدگاه سمنتیک رول می‌نگریم به اون نام یا نام فریزی گفته میشه که تحت تاثیر اون اقدام فعلمون، اکشن فعلمون قرار میگیره. اوکی؟ ولی باید بفهمیم فرقشون رو به صورت جزئی. پیشنت حالا theme، کسی که ترانسفرد میشه، موود میشه به وسیله ایونتمون، واقعمون. خب برای مثال Rosa put the book on the table. کتاب رو گذاشت روی میز. اوکی؟ این کتاب ترانسفر شده، حرکت داده شده، تیممونه. اوکی؟ The teacher checked a book اینجا بازم تیم ماست. اوکی؟ Out of the library نگاهش کرد. اوکی؟ checked the book a book دقت کنید تیممون هست. اوکی؟ a book. فرقشون رو بفهمین. گفتم بعضی اوقات یکی مینگرم به این دوتا، بعضی اوقات هم باید اون جزئیاتشون رو بفهمین و قاطی نکنین. تو پیشنت structural change داریم و متحمل اکشنمون میشه. اینجا هم یه حالت متحمل شدن اکشن هست ولی حالتش جزئیه، ترانسفر میشه، موود میشه. ولی گفتم میتونن اینم بدن به جاش. اوکی؟ قاطی نکنین. instrument وسیله اسمش روشه. the means وسیله‌ای که به وسیله اون این ایونتمون به وجود اومده، سبب شد. اوکی؟ یا بازم the tool که اون منم جاندار نیست که با استفاده از اون طول یه عملی رو انجام میدیم. اوکی؟ یه اینسترومنت دقت کنین. حالا بگین فرقش با این چیه؟ اینم جاندار نیست. با کوزیتیو فرقش چیه؟ اوکی؟ اینجا گفته اولا اینجا وسیله است، خودش سبب چیزی نمیشه، وسیله است، خودش اکت نمیکنه، یه شخصی برمیداره با اون اکت میکنه. برای مثال کی، با استفاده از کلید شما در رو باز میکنین. کلید اینجا کاری انجام نمیده که خودش وسیله است، باز ما برش میداریم و بازش میکنیم. فرقش با کوزیتیو اینه، قاطیش نکنین. اینسترومنت اسمش روشه، وسیله است. یا blue ink اینجا they must have used blue ink. blue ink اینجا وسیله است، با استفاده از اون استفاده کردن و نوشتن. برای مثال اوکی؟ Rosa cut the cloth with a pair of scissors. با استفاده از قیچی کات کرده لباس رو، پارچه رو. اوکی؟ وسیله اینجا قیچیه، pair of scissors. یا با استفاده از spade یه هولیو، یه سوراخیو حفر کردن. اینجا وسیله اسپیده، پس با کوزیتیو قاطیش نکنین، اینم بیجانه ولی این باعث یه چیزی میشه. اینجا خودش باعث چیزی نمیشه، یه شخصی اونو برمیداره و استفادهش میکنه. این یه وسیله است فقط. اوکی؟ instrument. و stimulus چیه؟ محرک. اوکی؟ با اون چیزی گفته میشه که perceived میشه، experience میشه، تجربه میشه به وسیله یه شخصی که تجربه میکنه اونو، یا چیزی که باعث اون تجربه میشه. اینجا experience مهمه، چیزی که تجربه میشه یا چیزی که باعث اون تجربه میشه. به مثال دقت کنین، محرکه که stimulus محرکه دیگه، یا تجربه میشه یا باعث یه تجربه میشه. خب John tasted the tomato soup. جان اون سوپ گوجه فرنگی رو چشید. یه نوع تجربه است دیگه این چشیدن. اوکی؟ چه چیزی باعث این تجربه شده؟ tomato soup. یا چه چیزی تجربه شده خودش؟ tomato soup تجربه شده دیگه. اوکی؟ طعمش چشیده شده، تجربه شده. پس tomato soup stimulus هست. The clown amused the children. کلاون دلغکه بچه ها رو سرگرم کرده. نگینا ایجنت برای مثال دقیق تر بخوایم بگیم استیمیولوس هست، چون که فعل بنگرین امیوز سرگرم کردن. سرگرم کردن یه نوع تجربی برای دیگران ایجاد کردن، یه نوع اکسپریانسیه که یه حالتی توی افراد مخاطبت ایجاد میکنی. اوکی؟ پس کلاون
یه نوع استیمیولسیه. اوکی، باعث یک اکسپریانس شده، سرگرم شدن. اوکی، به این میگیم استیمیولس. یا اکسپریانس بشه مانند این، یا باعث یک اکسپریانس بشه مانند کلاون، دلغکه. نوترال، خنثی، اون شخصیه یا چیزیه که اصلا نه تغییر داده میشه بهش، یعنی نه تغییری میکنه، نه میریم سراغش یه کاری باش انجام بدیم، یا تحت تاثیر یه چیزی قرار گرفت. اوکی، نوترال، خنثی. برای مثال the car costs a lot. ماشین خرجش زیاده. ماشین، آیا یه تغییری جا شده تو این جمله؟ یا کاری با ماشین کردیم؟ نه، ماشین خرجش زیاده. neutral. Okay. Everyone knows the answer. The answer. همه جوابو میدونن. آیا جواب اینجا یه تغییری روش اعمال شده، چی شده؟ نه، فقط اونجاست. چیزی یا شخصی که تغییر داده نمیشه. neutral، خنثیست. اوکی. دقت کنین گفته stimulus و neutral، این بالایی، و neutral are commonly، به صورت معمول، با sensory verbs به کار برده میشن، مانند دیدن، شنیدن، احساس کردن. اینا واسه تجربه هستن دیگه، به خاطر همین گفتیم stimulus باعث یه تجربه میشه. اوکی، این دوتا یه جنبه مشترکی دارن که با این گونه sensory verbs به کار برده میشن. اوکی، و به خاطر همینه با ایجنت اینا قاطیش نمی کنیم، خب، یا با پیشنت اینا قاطیشون نمی کنیم. به خاطر همینه بیشتر باعث تجربه‌ای میشن مانند این، یا اصلا نقشی ندارن. دونستن آنسر باعث تغییر آنسر میشه، یه structural change اتفاق افتاده براش؟ نه. اوکی، این هم یه نکته بود بفهمین. و experience، بالا گفتیم stimulus یا باعث یه experience میشه، یا یه چیزی experience میشه. اوکی، بهش stimulus میگیم. ولی experiencer هم داریم، یه شخصی هم باید باشه که اون تجربه رو کنه. اولا جانداره که میتونه تجربه کنه، اوکی، که میتونه این وقایع رو حس کنه و اون sensory input رو receive میکنه، دریافت میکنه. به خاطر همینم با psychological verbs یا verbs of perception به کار برده میشه، مانند see، understand، شنیدن، taste کردن، ترساندن، دوست داشتن. اوکی، دقت کنین. The man had never seen snow before. این مرده هرگز برفی ندیده. اوکی، مرده اینجا experiencer هستش. اوکی، یه کاری انجام میده، ایجنت، باعث چیزی شده؟ نه، تا حالا اسنوی ندیده. یه نوع تجربه کننده از اسنو رو تازه دیده، تجربه میکنه. پس the man experiencer هستش، جان داره. اوکی، الکس خوشحال بود. اوکی، یه حسیه دیگه تجربه میکنه، خوشحال بودنه. experiencer هست، کسی که تجربه میکنه. داستانه باعث شد که بهش علاقه من بشه. اوکی، سرشو گرم کرد، interested. ها، اوکی، اینجا یه تجربه‌ای کرده دیگه اون طرف. اوکی، از داستانه لذت برده، خب، و توجهشو جلب کرده، یه نوع اکسپریانسیه. پس اینا اکسپریانسر هستن. دقت کنین، اینم خیلی مهمه. گفته دقت کنین به تفاوت سمنتیک رول توی این جمله هامون. برای مثال listen to hear. دقت کردین توی listen که میگیم گوش کن، موقعی که ما گوش میکنیم listen میکنیم یه حالت عمدیه، اما hear شنیدنه. برای مثال یه قطاری از کنارتون رد میشه، hear میکنین، میشنوین، ولی آیا عمدن میخواین listen کنین یا نه، گوش کنین؟ اینه مسئله. یا watch and see، جلوتون یه منظره ایه، میبینینش، سی میکنین، ولی عمدن بیاین واچش کنین، این یه مسئله دیگه. اوکی، اینجا هم همین گفته به تفاوت سمنتیک رول ها رو توی این فالوینگ سنتنس ها که از این استفاده شده دقت کنین. حالا ببینیم چی هست. دقت کنین توی جمله های اولمون. اوکی،
توی جمله های اولمون از هر این دوتا جمله سابجکت هامون به صورت actively فعال و داوطلبانه با پلن خودشون تصمیم گرفتن و به عنوان ایجنت اونجا نقش دارن. Alex listened گوش کرد. نمیگیم مثال پایین دقت کنین، توی پایین فقط شنیده. یه کسی توی یه جای خونه آهنگ باز کرده اینم شنیده. ولی موقعی که میگم listen خودش تصمیم گرفته و گوش کرده. اینجا ایجنت برای مثال، پایین چیه؟ experience heard the music. یا اینجا Rosa watched the cat. watched خودش تصمیم گرفت که نگاه کنه به این کت ببینی چی کار میکنه. ولی پایینش Rosa saw the cat. کت رو دید و اینجا به عنوان experiencer هست. دیدش فقط experience کردش. ولی بالا به عنوان یه ایجنت خودش تصمیم گرفته نگاهش کرده. watch عمدن، see دیدن، عمدن نیست میتونی ببینیش. listen to عمدن، hearing عمدن نیست میتونی یه کسی دیگه یه چیزی رو باز کنی تو بشنوی. اینجا هم دقت کنین به جای این میتونست اینجا که روزا نقش ایجنت داره بیاد، یکم قاطی شده، شما اینجا صحیحش کنی. اوکی؟ تو این قسمت به عنوان ایجنت هستن مانند listen to و watched. تو این قسمت به عنوان experiencer هستن مانند heard the music و saw the cat.